از رحمت الله تبارک و تعالی شما مایوس نشوید. باز پسان چی میگه؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند گناهان را میبخشه. چقدرشه؟ کلش میبخشه. بگوین الله اکبر. ای تو بجرات که من میگم کلش میبخشه، امیر آیه 53 سوره زمر میگه ان الله یغفر الذنوب چقدرشه؟ جمیعا. جمیعا. حق بنده را کمی احتیاط کنیم، در حق خدا فرایضش انجام بدیم، توبه و تضرع کنیم، الله تبارک و تعالی میبخشه. چرا میبخشه؟ چرا میبخشه؟ بخیلی ما عبادت کنیم، روزه و نماز، گریه و توبه، دعوت و جهاد، شریعت طریقت و چاره بشری با یک گریه میبخشه. چرا میبخشه؟ زور ما میتنید. چرا میبخشه خداوند؟ جواب انه هو الغفور، او بخشاینده است دیگه، میبخشه. تو چیزی گفته نمیتونی. یعنی انه و تحقیق الله تکرار میکنه. اول خود گفت که انه الله، بس چی میگه؟ هو. بگو این هو کی است؟ ای هو الغفور. غفور چی معنا؟ بسیار بسیار بخشاینده و مهربان، بسیار بخشاینده. کاش که بشنوانی چاره بشری والا، این رسواهای دو عالم ای کاش بشنون. با خدا اگر بشنو شاید گریهشان بگیره، توبه کنه. نمیفهمه این رزیلا، این روسیه ها نمیفهمه، این بدبخت ها نمیدانه، این دوزخی ها خبر نیست. خبر کنین، خبر کنین. انابت به سوی دوست مسئولیت داری جوان که خبرش کن.